وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. اویله‌ای در جاهلیت برپا شده است، به نکاح جاهلیت برپا شده است، در حالت شرک و کفر برپا شده است. هم زن و هم مرد در حالت شرک و کفر اویله را برپا کردند به نکاح جاهلیت. پس یکی از اونها ایمان آورده است. اگر بگیم هر دوی اینها ایمان آورد، هم مرد و هم زن ایمان آورد و موحد شد، شرک را ترک کرد و توحید را قبول کرد و موحد شد، در این حالت بارک الله فیکم یک نکاح نوی را دومین مراتبه کردن، تجدید نکاح کردن شرط نیست و این سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. دلیلش، حجتش این روایت های صحیحی که از قصه صحابگان نقل میکند که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابگان را به اسلام دعوت میکردند، صحابگان وقتی که به اسلام میدر آمدند، به زنشون، به اهل خانواده اشون، رسول اکرم صلی الله علیه و یگان نفر اونها را نگفتند که نکاح را بیاید نو کنیم یا نکاح را نو کنید. ابو بکر رضی الله عنه و دیگر صحابگان رضی الله عنهم، صحابگانی که به اهل خانوادهشون مسلمان شدند، هم خودشون هم زنشون، رسول الله نگفتند که نکاح را نو میکنیم، نه، همون نکاح جاهلیت را اقرار کردند. چگونه که ابن القیم الجوزی در این مسئله در کتاب احکام و اهل الذمه بسیار سخن کردند و اینچنین در کتاب علم الموقعین. پس این به اجماع علما است که کسی که در جاهلیت در حالت شرک نکاح کرده بود، بعد از به اسلام آمدنش هم همون نکاحش ثابت می شود، زن و مرد. اما زن یا مرد یکی پیش و یکی عقب مسلمان شد. مثلا زن و مرد در حالت جاهلیت نکاح کردند، زندگی کردند و بعد از این به اسلام داخل شدند و به توحید آمدند، شرک را ترک کردند. مثلا زن به اسلام آمد اما مرد در جاهلیت ماند. در این حالت چی؟ در این حالت زن البته با مرد همخوابگی نمی کند، از مرد جدا می شود. این زن برای این مرد مشرک، مردی که در توحید نیست، حرام است. اما این زن می تواند که این شوهرش را انتظار شود و دیگر شوهر نکند. چندین سال باشد هم می تواند، چندین سال انتظار می شود با شوهرش، می تواند که صحبت کند، دعوت کند به اسلام و البته این جایز است. دلیل، حجت این از روایت صحیحی که قصه مسلمان شوی، قبول کردن اسلام دختران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. زینب وقتی که اسلام را قبول کرد، شوهر زینب اسلام را قبول نکرد. فرزندی در بعضی روایت ها میگن ابو لهب. نکاح زینب و نکاح شوهرش پیش از اسلام به وقوع پیوسته بود. نکاحشون نکاح جاهلیت بود. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله مبعوث شدند، دخترشون زینب پدرشون را همچون پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول کردند، ایمان آوردند، تصدیق کردند. اما داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم شوهر زینب قبول نکرد. چندین سال رسول الله صلی الله علیه و سلم بین هر دوی اینها جداگی انداختند، گفتند زنی مسلمه برای مرد مشرک حرام است و این حکم الله بود. الله سبحانه و تعالی حرام کرد. لا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبتكم. یعنی ولا تنكح المشرکین حتی یؤمنوا، یعنی برای زنهای مسلمه حرام است که با یک مرد مشرک نکاح برآورند و زندگی کنند یا که با همراهی اون زندگی کنند تا اینکه وی مسلمان شود. از همین جهت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دخترشون را از دامادشون که مشرک بود جدا کردند. دخترشون هجرت کردند به مدینه، با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه زندگی میکردند. دامادشون در مکه مشرک بود. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به زینب دخترشون اختیار دادند، گفتند اگر خواهی شوهری کن. اما زینب شوهری نکردند و انتظاری شوهری مشرکشان شدند که توبه کند و مسلمان را قبول کند بیاید. انتظار بودند.
و البته حتی یک چند بار اسیر افتاد و در آخر این شوهر زینب که مشرک بود اسلام را قبول کرد و توبه کرد و آمد بعد از یک چند سال. و زینب رضی الله عنها به شوهرش بازگشت. پس هر زنی که با نکاح جاهلیت شوهر کرده بود و بعد از این اسلام را قبول کرد اما شوهرش نکرد، می تواند که از این شوهر جدا شود و دیگر یک شوهری مؤمن و موحد را اختیار کند و می تواند که همین شوهرش را در حقش دعا کند، همین شوهرش را دعوت به اسلام کند و انتظار شود تا مسلمان شدنش و بعد از مسلمان شدنش همراهش زندگی کند. اما همراهش زندگی کردن در یک خانه و با این همخوابگی کردن در یک جگه خو رفتن حرام است. زنی مسلمان برای مشرک حرام است، اما مسلمان شود البته باز میگردد. اما نکاح را پیامبر صلی الله علیه و آله نکردند، یعنی به دخترشان نگفتند که به این مشرکی که نو مسلمان شد بیا گشت نکاح میکنیم، نگفتند. همون نکاح است. بارک الله فیکم. پس این یک حالت است. اگر مرد توحید را قبول کرد اما زن توحید را قبول نکرد، خودش را مسلمه میگرد یا مشرک است یا که اصلا مشرک است، در این حالت مرد به این زن البته خبر میدهد که یا اسلام را قبول میکنی یا که البته زندگی کردن حرام است. شوهر با این مشرک زن زندگی نمی کند، اما زن اگر توبه کند قبول کند و بیاید البته نکاحش نو لازم نیست. بارک الله فیکم. اما از درون مشرکا الله سبحانه و تعالی دو نمود مشرک را به زنی گرفتن به مانند یهود و نصارا اهل کتاب را جایز دانسته. چه خیلی که میگه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم، یعنی زنهای پاک دامنی که زانیه نباشند، فاحشه نباشند از یهود و نصارا به نکاح یک مرد مسلمان درآیند جایز است، به نکاح گرفتن اونها جایز است. بارک الله، گرچند که مشرک است. بارک الله فیکم.